بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بیگمان در میان ایشان گروهی هستند که زبان خیش را به خواندن مطالب خود ساخته از کتاب میپیچانند تا شما آن را از کتاب بپندارید، در حالی که آن قسمتی از گفته هایشان از کتاب نیست، و میگویند این نزد خداوند است، در حالی که این نزد خداوند نیست، و خداوند دروغ میبندند در حالی که ایشان حقیقت را میدانند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای بشری که خداوند کتاب، حکمت و پیامبری داده، به او هیچ سزاوار نیست که به مردم بگوید شما بندگان من باشید و نی بندگان خدا، بلکه میگوید شما مردم خدایی باشید چون کتاب را تعلیم داده اید و چون آن را خوانده اید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و شما را امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا او شما را به کفر امر می کند بعد از این که مسلمان شدید؟